گلهای تازه، برنامه شماره 38 با همکاری هنرمندان قوامی، جواد معروفی، اسدالله ملک، منصور سارمی و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد. صدا برداران ایرج فهیمی و محمد جهانفر. روی تو خوش می نماید آینه ما، کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا. چون می روشن در آبگینه صافی، خوی جمیل از جمال روی تو پیدا. برخی جانت شوم که شمع افق را، پیش بمیرد چراغدان ثریا.
که دمی با تو بود یا قدمی رفت، از تو نباشد به هیچ روی شکیبا. صید بیابان سر از کمند بپیچد، ما همه پیچیده در کمند تو عمدا. گشاده ای صنم طاقت خلق میبری، روی گشاده ای صنم طاقت خلق میبری. چون پس پرده میروی پرده صبر میدری. آینه را تو داده ای پرتو روی خویشتن، ورنه چه زهره داشتی در نظرت برابری. روی گشاده ای صنم، روی
بگشاده ای صنم، طاقت خلق میبری. چون پس پرده می روی پرده صبر می داری. آینه را تو داده ای پرتو روی خویشتن، ورنه چه زهر داشتی در نظرت برابری. ورنه چه زهر داشتی در نظرت برابری. چون تو درخت دل نشان، تازه بهار و گل فشان، چون تو درخت دل نشان، تازه بهار و گل فشان، حیف بود
که سایه‌ای بر سر ما نگستری چون تو درخت دلنشان تازه بهار و گلفشان، حیف بود که سایه‌ای بر سر ما نگستری. آمدمت که بنگرم، باز نظر به خود کنم. سیر نمی شود نظر، بس که لطیف منظری جان بدهند و در زمان زنده شود
عاشقان گر بکشی و بعد از آن گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری جان پند حکیم بیش از این در من اثر نمی کند. پند حکیم بیش از این در من اثر نمی کند. کیست که بر کند یکی زمزمه قلندری؟ جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان، گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 38 بود که در ماهور اجرا شد.